فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. در اصل قرآن کتاب عادی نیست برادران عزیز. قرآن خداوند آیت و روح یعنی خداوند بیان کرده است که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. رب العالمین در جای قرآن روح گفته، در جای خداوند قرآن نور گفته، در جای خداوند قرآن یعنی که فرق کننده فرقان گفته، فرق بین حق و باطل. یعنی قرآن خداوند با موافق یک روایت 12 نامش گرفته است. یعنی قرآن هم نور است، هم نجات است، هم فرق کننده است، یعنی هم روح است که انسان زنده میگردانه. فاسق و منافق و مشرک و کافر وقتی اطاعتگر عمل کننده به این قرآن شد، این قرآن زندهش میگردانه، حیاتی ابدی و جاودانی براش میبخشه، حیاتی خوشبختانه براش میبخشه. کلمه قرآن معناش چیست برادران عزیز؟ ما فقط قرآن شنیدیم، شاید که 90% این جمعیت ندونه قرآن چی معنا داره. کلمه قرآن به معنای خوانش میشه و کتاب خوانش، کتابی که باید دائما انسان در خواندن او مشغول باشه، دائما انسان باید این قرآن تلاوت داشته باشه، قرائت داشته باشه، باید مسلمان به معنای این قرآن آشنا باشه. به تعبیر محمد اقبال گفتن چون به جان در رفت جان دیگر شود. این قرآن وقتی که در حیات هر شخصیت عملی شد، حیات او را دیگرگون میکنه، حیاتش پر نور میکنه، حیات او را حیات خدایی میگردانه، یعنی حیات او را حیات پر از عبادت میگردانه. مثل حق پنهان و هم پیداست این، مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. مثل حق یعنی مثل پروردگار، این کلام ذات است. قرآن کتابی نیست که یگان شخصیت عادی نویسه، کلام الله، سخنهای الله است، یعنی صحبت پروردگار با بنده هاش است. این قرآن زنده و پاینده و گویا همیشگی هست. ببین از دور جناب پیغمبر تا زمان ما را زیاده از 1400 سال شد. اون قرآن است که تغییر نیافته است، اون قرآن است که امروز هم باشه الحمدلله ما استفاده میبریم، ما با گفته های او زندگی میکنیم. حضرت آخر چی گفتن؟ گفتن گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. برادر بزرگوار، اگر بخواهی که در دنیا سلامت زندگی کنی، خوشبخت زندگی کنی، اگر بخواهی که در دنیا یعنی به عزت و به حرمت و فضیلت و شرافت و کرامت و محترم و بزرگ و خوشبخت باشی، حضرت میگه در این فتنه ها و بدی های دنیا برات ممکن نیست. فقط یگانه یک راه داری، اون راه هم به قرآن زندگی کردن است. اون راه هم با گفته قرآن زندگی میکنی، سلامت میمانی. نباشه غیر از گفته قرآن در هر راهی که رفتی راهی سلامتی نیست. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی رحلتی از دنیا شو بودن، برای اهل اصحاب یک وصیت کردن. گفتن ترکت فیکم واعظین، گفتن من از بین شما یعنی میروم، از بین شما دور میشوم، برای راهبری و راهنمایی شما من 2 واعظ نصیحتگر باقی میگذارم. اگر شما این 2 واعظ پند نصیحت گوش کرده و با گفته این زندگی کرده، شما بدبخت و رسوا نمیشوی. اینها چی هستند؟ الناطق و الصامت. جناب پیغمبر فرمودند یکی از اونها خاموش است، دیگرش یکی از اونها گویا هست و دیگرش خاموش. الناطق القرآن و الصامت الموت. اونه که گویا هست، جناب پیغمبر گفتن قرآن است که با گویاهیش شما را نصیحت میکنه. که متاسفانه امروز مسلمان و مسلمانزاده دور و زمان ما از قرآن استفاده برده نمیتونه، چون که یعنی علمش نداره، از علم قرآن دور شده است. دویمش که خاموش است، این مرگ است. برادران عزیز، ما و شما باید مسلمان ها نه تنها یعنی تلاوت عادی قرآن بدانند، باید مسلمان، شخصیت مسلمان باید معنای قرآن بدانند. قرآن خودش کتاب زندگی هست، کتاب نجات است، کتابی است که انسانها را هدایت میکنه، راهنمایی و راهبری میکنه. اما متاسفانه از بس که امروز 90% مسلمان از علم قرآن دور مانده است،
مثل بیمار شده است که در سر یک سفره پر از نعمتهای خدا می روه اما استفاده برده نمیکنه، میگه من دردمندم، برای من معنی است، دکتر من معنی داشته است. و تعبیر محمد اقبال میگه زی فرمان قرآن چرخ تافتی بجای خوشی ناخوشی یافتی. ای مسلمانی که امروز از قرآن دور شده، ببین چقدر بدبخت، چقدر خار شده، چقدر عذاب روحی و جسمانی میکشی، چقدر غریبی از سر میگذرانی، چقدر بی‌برکتی در حیاتت پیدا شده است. سببش این است از قرآن دور مانده برادر عزیز بزرگوار. در جای دیگه میگه زی قرآن پیش خود آینه آویز دیگرگون گشته ای از خود بگریز. ای مسلمان، از گفته قرآن، از تعلیم قرآن، از پند و حکمت و نصیحت قرآن در پیش خودت همچو آینه برین بگذار و عملهای خود، سر و صورت خود، زندگی خود، فعل و کردار خود در او آینه قرآن نگاه کن، دیگرگون شده ای، رنگ و بو از قرآن نداری. به همین خاطر وقتی که از قرآن دور شدی برادر عزیز و بزرگوار، ببین که چقدر رنج عذاب میکشی. این قرآن کتابی چی هست؟ کتاب زندگی هست. اکثر مردم ما شاید از بس که از علمش دور هستن فکر میکنن که قرآن برای چی باشه؟ برای مرده ها، یعنی در حق مرده ها ختم کردن، در حق مرده ها در سر مزار سوره تبارک خواندن، در سر قبر پدر و مادر آیت خواندن. البته برای مرده هم رحمت است، اما من و شما زنده ها زیادتر به این قرآن محتاج هستیم برادران عزیز. اگر بخواهی راه حل تمام مشکل ها را قرآن بیان کرده است. خداوند قرآن میگه لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یگان تر و خشک نمانده است مگر اینکه خداوند در این قرآن او را بیان کرده است. هر چیزی که انسان میخواه از قرآن پیدا کرده میتوانه. درباره احترام پدر و مادر قرآن صحبت میکنه، درباره معامله بین زن و شوهر قرآن صحبت میکنه، درباره دوستی و محبت بین اکا و دادر قرآن صحبت میکنه، درباره تمام حتی خرید و فروش، نکاح و طلاق، حتی قرض دادن و قرض گرفتن، هر چیزی که در یعنی زندگی انسان لازمی و ضروری است اون باره قرآن صحبت میکنه. اما متاسفانه ما از علمش دور هستیم. اکثر مسلمان امروزه از علم این قرآن دور است.